سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من گلچهره آریان هستم و امروز اومدم به یکی از روستاهای آزادشهر در استان گلستان به کلبه یاران که میزبانش عمو یحیاست، یحیی بارچیان و یک مرد دوست داشتنی و جذابه که یه مزرعه بزرگ داره اینجا و در این حال یه کلبه‌ای که اونجا از مهموناش میزبانی میکنه. میرم و یه کمی هم فضای خونه رو ببینین، هم باهاش یه گفتگوی کوتاهی داشته باشم و ببینیم که چی پیش میاد. یه سوالی داشتم که از قبل همینطور بهش فکر کرده بودم و برام همیشه وقتی که یه میزبان میبینم که یه فضای اقامتی رو داره، برام سوالی که مثلا شما فکر کنید که من یه آدمیم که شما منو نمیشناسید، به واسطه ای حالا من با شما آشنا شدم، میخوام بیام پیش شما، زنگ میزنم با شما حرف میزنم، قراره بیام، شما تو ذهنتون با خودتون میگید کاش چجوری نباشه؟ من تا حالا به موردی بر نخوردم که بخوام بعد برای خودم این تارگت رو بزنم بگم که اینجوری نباشه. مهمونایی که داشتم تا حالا واقعا مهمون بوده، گویی که خاله من اومده، عمه من اومده، مهمونای من تماما به این شکل. خلاف این موضوع رو من ندیدم که الان بتونم تو ذهن خودم یه حلاجی بکنم یا یه نگاهی رو تبیین بکنم بگم اینجوری نباشه خوبه یا اینجوری باشه خوبه. اساس اینم که من اصلا بیس من توی کار این هست، همه خانواده من هست، هر که وارد این خونه میشه خانواده من هست، برکت داره میاد تو خونه من، با هر آیینی باشه، با هر تفکری باشه، با هر اندیشه‌ای باشه و با هر سطح زندگی، هر نوع سطح زندگی که بخواد باشه، تو هر لولی که بخواد باشه. برای من میهمان مقدسه، برای من میهمان مهمه و چنان شعف و وجدی دارم که میخوام اون رو به میهمان خودم انتقال بدم. تو خانواده من هستی، گویی که فرزند خودم رو بعد از سالها دارم میبینم میاد خونه. این هست که آنچه را که برای مادر خودم مقدس ترین فرد هست توی میهمان شدن من تو خونه من، برای همه مهمونام داشته باشم. چه قشنگ. درستش هم میگیم رزق ما با پای مهمان میرسد از خان غیب، میزبان ما باید هر کس شود مهمان. هر کی تو این خونه اومد جای میزبان و مهمان عوض میشه، اون میزبان هست، من مهمان هستم. درست. در واقع همین باعث میشه که فکر کنم مثلا به خودتون نگید کاش که اینجوری نباشه. آره. خیلی ساله که میشنوم که عمو یحیی خیلی میزبان خوبیه و خیلی میزبان مهربان و درجه 1 و درستکاریه و میخواستم اینو بپرسم که شما خودتون فکر میکنید که چه ویژگی باعث میشه که این رو داشته باشید و بعدها که آدم ها از خونه شما میرن اینو راجع بهتون میگن؟ ببینید شاید یک بخشش برمیگرده به تربیت زیستی که من داشتم. من در مقطعی از زمان در خانواده‌ای به دنیا اومدم و بزرگ شدم که میزبانی رو آیین میدونستن، میزبانی رو مثل روزه‌داری مقدس میدونستن و آنچه را که در توان و وسعشون بود حتی بیشتر از اون رو برای مهمان بگذارن. گلچهره، ما تو خانواده‌های ایرانی وقتی که میریم کنکاش میکنیم میبینیم همه خانواده‌های ایرانی از زمانی که ازدواج اینها صورت میگیره، اتفاق ازدواج صورت میگیره، جهیزیه همراه عروس میخوان بفرستن، همه چیزا برای مهمان، یک سری اقلام و یک سری عناصری همراه عروس و داماد راهی میشه که این ابزار و این اجناس، این لوازم مصرف یومیه اینها نیست. دیگ های بزرگ، قابلمه های بزرگ، تعداد بشقاب های زیاد، یعنی آمادگی و پذیرش داشتن و پذیرا بودنی که ما یک اتفاقی رو داریم رقم میزنیم 2 نفری که گروه هایی رو در کنار خودمون خواهیم داشت. واقع امر این که ما قوی ترین اندیشه شبکه سازی رو در تاریخ تو مبحث مهمانداری و میزبان بودن داریم.
و این باید حفظ بشه. اگر این حفظ بشه، امروز خانه‌های بومگردی اساساً ملزم به اعمال و اجرا و این اتفاقه هستند در مبحث میزبانی. وقتی که با این فرهنگ رفتی، با این روی کرد اگر نگاه کنید، خلقت همیشه شادمان برای پذیرش میزبان، همیشه شادی، به هیچ عنوان پیش داوری برای میزبان خودت نمی‌کنی این میزبان ای کاش این گونه باشه. نه، میزبان میپذیره میهمانش که میاد، بعد از رفتن او شاید مشقت‌های زیادی رو، ملحفه ها رو بشوره، جارو بزنه، نظافت بکنه، بهداشت، به هر حال این اومده رفت یک سری ممکنه ضایعاتی رو ایجاد بکنه. این پذیرش برای جامعه میزبان ما با خوشایندی باید باشه، نه به عنوانی که زحمتی شد برای. چند بار تا حالا میزبان بودی؟ من کلا که خیلی میزبانی رو دوست دارم. توی خونم تو تهران همیشه مهمون دارم، یعنی اگر خونه باشم تهران باشم همیشه مهمون دارم. حالا چند سالی که تو نارسیتی کار کردم و تو آهیدم، اصلا این حس میزبانی چیزیه که جز خوشایندترین حساییه که وقتی که انجامش میدم دارم. و مثلا همه مهمونا که میان خونه هم میبینن فردای اون روز که حالا مهمون رفته، حالا یه سریا موندن، میگن تو هر روز این کارا رو میکنی؟ میگم هر روز میکنم و هر روز خسته نمیشم. برام شکلی هم که این درست ترین کاریه که میتونم بکنم. من مطمئنم که این انتقال آمیزه های آموزشی بوده که ما در خانواده گرفتیم. شما در خانواده گرفتید، در بستر یک خانواده پرورش یافتید که این نگاه رو داشتن. محمود دست نزن با اونو برای مهموناست. اصلا هیجانی که چیزهای مهمونا رو در میارن وقتی مهمون میاد انقدر منو خوشحال میکرد. یه سفره‌ای داشتیم خیلی گلگلی و جذاب بود که این فقط وقتی مهمون میومد پهن میشد. یه سری بشقاب، سرویس بشقابامون، سرویس خودمون ملامین بود، ولی وقتی مهمونا میومدن چینی‌ها در میومد. اون مثلا اینطوری داشتم که آخشون مهمون داریم و ما دوباره این ظرفای جذابمون از شما در میاریم برای مهمان. آره. و حالا من یه ظرافت هایی هست. خب این که چجوری میتونن شما تشخیص بدید که این یه میزبان محترمی هست؟ میزبان هم احترامه. من جایی که میرم برای میزبان خودم خیلی احترام قائل هستم، اما هدف گذاری من و نگاه من و ظرافتی که توی داستان هست، وقتی میبینم یه میزبانی وقتی مهمان براش میره، بشقاب‌های مهمان، قاشق و چنگال مهمان، سفره مهمان جدا هست میارن پهن میکنن، خیلی زیباست. اما جایی میرم میبینم این ارزش گذاری وجود نداره، اونجاست که وقتی میشه پای سفره قاشق و چنگاله با هم متفاوته. این نهایت بی‌توجهی نسبت به آیین میزبانی هست. شما میخواید اون چی که در وجودت هست، اون چی که خوشایند یک زندگی زیبا و قشنگ خودت بهش میپردازی، توی این نقاط دیده میشه، میخوای اون رو داشته باشی. وقتی گذاشتی این ظرافت ها خیلی تو آیین میزبانی ما در خانه های بومگردی محترم قابل توجه هست. عمو یه سال دیگه داشتم. من خب سالها دوست داشتم که اقامتگاه خودم داشته باشم، یعنی خیلی ساله که این آرزو رو با خودم میبرم و بعد میگم گرگان باشه، نه گیلان باشه، نه لار باشه، حالا پول ندارم، حالا چجوری بخرم، حالا سرمایه‌گذار چیکار کنم، حالا اگه اجاره کنم که به درد نمیخوره، حالا پس جنگ نشه یا انقلاب نشه، همه اینا. و در نهایت فعلا اینطوری هم که این همه رفتی و هی تجربه کردی، بذار باز هم این کارو بکنی، یعنی حداقل توی این عشق یه جوری دیگه ای ماجراجویی کنم. و برام یه سوالی هست، اونم این که یکی از استرسایی که خودم همیشه دارم بابت اقامتگاه داشتن اینه که خب باید بمونی دیگه اونجا، دیگه هستی، ریشه باید بدونی و من آدم ریشه داری نیستم، یعنی کلا هیچ جایی رو نمیتونم خیلی ثابت بمونم و این حرفا. حالا خواستم از شما بپرسم که این انتخابتون برای اینکه این خونه رو توش مهمون بپذیرید و میزبان آدم ها بشین، چی به زندگیتون اضافه کرده و چی از زندگیتون گرفته؟ از زندگی من هیچی نگرفت. من اول بابت این خاصه‌ای که داری،
نیتی که کردی صاحب خونه بشی، میزبان باشی و مهمان بیاد و بره. نترس، استرس نداشته باش. تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. گلچهره هیچ واهمه ای تو هیچ موضوعی علل خصوص تو این بخش نداشته. من 24 ساله تو این خونه تو این فضا دارم زندگی میکنم. 7 ساله که لیبل کلبه یاران رو بهش چسبوندیم و داریم توش به عنوان یک محل خانه بومگردی استفاده میکنیم. هیچ چیزی از من کم نکرد. سفرهام سر جاش هست، میهمانی رفتن هم سر جاش هست، تفریحات هم سر جای خودش هست و میزبانی من که علاقه من هست، زندگی من هست، خواسته من هست و همیشه از خدا میخواستم که این رو داشته باشه و سفارشی که پدر کرد، حالا میگم این سفارش چی بود پدر کرد، همه اینها اتفاق افتاده و پذیرا شده فقط به خاطر این که این جمله رو همیشه داشتم: موجز خود رفته ای تیز خرامید و گفت هستم اگر میروم گر نروم نیستم. البته اولش میگه ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم هیچ نه معلوم گشت آه که من کیستم. موجز خود رفته ای تیز خرامید و گفت هستم اگر میروم گر نروم نیستم. این شد اساس زندگی من که هیچ استرسی نداشته باشم برای شروع هر کار. اما اینکه چه چیزهایی یاد گرفتم، بسیار چیز یاد گرفتم. فرا گرفتم این که از کوچکترین عضوی که خونه من وارد میشه، از این پله ها کفششو میکنه میاد بیرون، برای من برکته، برای من رزقه، برای من روزیه، برای من شادمانیه، برای من نشاطه، برای من شادابیه، تا اون فرد بزرگ و جایگاهدار و مسن و تو هر رده‌ای که هست. این جامعه گردشگری، این حوزه گردشگری به من خیلی چیزها داده است که تونسته یک عمو یحیی رو بسازه، که تونسته یک عمو یحیی رو ایجاد بکنه که لبخند بر لبش باشه و انتظار و چشم به این راه که مهمانش کنه. پدر فرمودند پسر روزی اگر محل اسکان و سکنایی گزیدی برای خودت، اگر خونه رو ابتیا کردی برای خودت ساختی، سعی کن در ورودیش بسیار بزرگ باشه که میهمانان گروه گروه ورود کنن اما در به خروجش بسیار کوچک باشه که دیر خارج بشن از خونه، به سختی خروج بکنن. این الهام از این هست که این دل بزرگ رو باید داشته باشید، تو همش تو دلت جا بگیره. برای من پر اضطراب ترین و پر استرس ترین بخش زندگیم موقعی است که میهمان من میخواد از من خداحافظی کنه و بره. این رو جدی دارم میگم، این به هیچ نه شوآفی هست گلچهره، نه تبلیغی هست، نه گزافه‌گویی هست، فی‌الواقع این هست. دوست دارم مهمان از در به خروج خونه من به سختی بخواد در به خروج دل من هست که اینجا این در رو بستم، هیچ مهمان خارج نمیشه از دل من. این که به هر حال مخاطب این ویدیو اکثرا آدمایی هستن که مهمانن تا میزبان، میخواستم ازتون بخوام که بهم مثلا بگید که چی مهمه که آدم این رو توی قدمشو که میذاره توی خونه اینو توی ذهنش داشته باشه. یک جمله است، یک جمله بسیار کوتاه. من در قالب یک مصرع شعر گفتم به شما: میزبان ما بود هر کس شود مهمان. من گاه که میهمانی میشوم در بستر خانه یک میزبانی، خودم رو میزبان احساس میکنم. این حس در من وجود داشته باشد که بنده اینجا همان گونه که در خانه خودم به عنوان یک میزبان توقعاتی دارم، در محل اسکانم در کنار یک صاحب خانه دیگه حس میزبانی رو داشته باشم. توقعاتی که بر من جاری هست همون توقعاتی رو داشته باشم که من به عنوان یک میزبان میخوام از طرف مقابل خودم داشته باشم. هیچ الگو و قاعده ای نداره، فقط همینه. قدیم هم میهمان شدن آدابی داشته. از قبل بانگ میزدن، پیغام میفرستادن،
سفارش میکردن ما در فلان روز و فلان شب مهمان شما هستیم. وقتی میخواستن برن میهمان بشون زاد و توشه‌ای فراهم میکردن، هدیه‌ای با خودشون میبردن. به خانه میزبان راحت خیال بودن و میزبان هم با آسایش خیال آنچه که در توانش بود ارائه می‌داد. اینا همه در بستر تاریخ و در بستر سنت‌های ما و اصالت‌های ما موجود هست. اینا باید کاوش بشه بیاد بیرون. میزبان به دو عنصر و به دو اتفاق مهم همیشه متکی بود. یک، به استقبال رفتن، میهمانش وقتی می‌خواسته به استقبالش می‌رفت، و بعد مشایعت کردن هست. به همراه میهمان تا حدودی از راه رو میرفته. در پیش آمدن آینه دارش بوده که راه رو نشان بده، اینجاست، این سمت، اینجا به سمت نور بیایی شما، به سمت شفافیت، آینه داری کردن. من خودم به شخص مواجه هستم با جامعه ای از افراد که دوست دارن، علاقمند هستن که این گذر و این گشت رو به عنوان میهمان در خانه‌های متفاوت داشته باشن. آیین این مهمان شدن ها رو هم ما بریم در اصالت و در سنن خودمون بگردیم پیدا بکنیم، خیلی میتونه مؤثر باشه. همامیختگی این دو جامعه، جامعه میزبان و مهمان، اتفاق بسیار زیبایی رو میتونه به وجود بیاره. اما شما قانونی، مقرراتی، چیزی دارید توی خونتون که به این اصول باید همه مهمان ها پایبند باشن؟ آره، من 2 تا قانون سفت و سخت دارم. قانون اول من این هست که دستامونو بشوریم. قانون اول من این هست که در خونه عمو یحیی خانم ها به هیچ عنوان کار نمیکنن. خانم ها ملکه هستن، خانم ها میشینن، تخمشون رو میخورن، میوهشون رو میخورن، پذیرایی میشن، شستن، پختن، جمع کردن، رفت و روب، تمیز کردن، نظافت با آقایون. قانون دوم من، بچه هایی که همراه خانواده های من میان، میهمانان من میان، عزیزان من میان، به هیچ عنوان حق تعرض بهشون وجود نداره. با هر وسیله از خونه خواستن ارتباط برقرار بکنن، بزنن، بشکنن، داغون بکنن، هیچ گونه تعرضی نسبت بهشون. بچه زیر چند سال؟ بچه ها زیر 35 سال. خدا شامل من. بچه ها آزاد هستن اینجا. شما تو خونه دیدید اکسسوریایی که هست، چیدمانی که هست، دیزاینی که تو خونه صورت گرفت. بچه‌ها این حق رو دارن که بازی بکنن، این ارتباط رو برقرار بکنن. غیر این باشه نمیتونی شما میزبان خوبی باشی. ما میزبان فقط برای آدم‌ها نیستیم بیان بخورن، بشینن، لذت ببرن، لقمه خوبی بود، مرسی، سفره خوبی. ما یه زندگی کوتاه مدتی رو توی دوره کوتاهی کنار هم میخوایم داشته باشیم. پس همه بخشاش، از خوابیدن، نشستن، صبحانه خوردن، بیدار شدن، تفریح رفتن، باغ رفتن، میوه خورد، همه اینها رو باید مشارکت داشته باشیم. به همدیگه این بده و بستونه اینجا باشه، نه فقط سر سفره اومدیم خوردیم بریم بخوریم، اومدیم خوردیم بریم بخوریم. نه تو تمام بخشات این مشارکت خوب بین میزبان و مهمان است. مرسی ازتون.